سلام دوستان من به کانال لفتر آف مدیتیشن خوش آمدید. در بحران انتخابات هستیم و بهتره بدونیم این اصلاح طلب و اصولگرا که میگن یعنی چی. اصلاح طلب ها شروع میکنیم. اصلاح طلبی معادل کلمه ایدئولوژیک رفرمیسم است. اصلاح طلبی به مجموعه روش ها و تدبیراتی که حکومت ها در پیش میگیرند که ضمن حفظ ساختار اصلی وجهه بد و بیمارگونه آن حکومت را از بین ببرند، یا به زبان ساده جامعه‌ای که هنوز از حکومت فعلی سلب امید نکرده و امیدوار است با انجام اصلاحاتی شرایط حاکم بر جامعه را به نحوی تغییر دهد. ناگفته نماند که این تغییرات باید با کمترین میزان خسارت به نظام اصلی باشد. حالا اصولگراها چه افرادی هستند؟ اگه به واژگان سیاسی نگاهی بیاندازیم، واژه اصولگرا در آن وجود ندارد. در عوض به کلمه بنیادگرایی برمیخوریم. بنیادگرایی خود دارای دو قطب است که در علوم سیاسی کشور ما به یکی از این دو قطب اصولگرایی گفته می شود. اصولگراها افرادی هستند که معتقد به یک آرمان‌ها و عقاید مقدسی هستند که ریشه در دین آنها دارد و آنها حاضر نیستند به هیچ وجه از این آرمان‌ها عقب نشینی یا بر سر آنها معامله کنند، مانند حفظ حقوق فلسطینیان و به رسمیت نشناختن اسرائیل.